English Cottage Media Academy. Hello there, my friends. Welcome to English Cottage. I hope all of you are there well. سلام عزیزان دل. امیدوارم همه‌تان لباس عافیت بر تن داشته باشید و همچنان خوش آمدید به English Cottage. دوستان عزیز، قبل از شروع درس از خداوند منان برای شهدای حادثه اخیر که در ولایت‌های شرقی و خصوصا کنر اتفاق افتاده جنت فردوس و برای بازماندگانشان صبر جمیل و برای مریضا و زخمیان شفای عاجل خواهان هستند. در جلسه قبلی همراه شما افعال to be و to be verbs خواندیم و در این جلسه میخوایم همراه شما بخش دوم و قسمت دوم to be verbs یا همان افعال to be را همراه شما بخوانیم. پس قبل از شروع درس لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید، همچنان لایک و کامنت هم از یادتان نرود. So let's get it started. در جلسه قبلی همراه شما آموختیم که افعال to be عبارت از سه تا هستند: am, are و is. و همچنان خواندیم که فعل to be am همراه ضمیر فاعلی I استفاده میشد و are همراه ضمیر فاعلی you, we, they استفاده میشه و is همراه ضمیر فاعلی he, she, it و همچنان چند مثال مثبت همراه شما کار کردیم. در این جلسه میخواهیم شکل ساختن جملات منفی و سوالیه با افعال to be همراه شما بیاموزیم. So, examples مثال ها. در قدم اول همراه شما چند جمله مثبت دوباره کار میکنیم و بعد از این میپردازیم به منفی و همانطور جملات سوالیه. The first one. من هستم یک استاد. من خب میشه I هستم هم میشه فعل to be am. I am. من هستم یک استاد. I am a teacher. یک استاد. I am a teacher. من هستم یک استاد. تو هستی یک شاگرد. You are a student. You are a student. شما هستید کارکنان. You are laborers. You are laborers. شما هستید کارکنان یا همان کارمندان. ما هستیم در خانه. We are. We are. چرا؟ چون همراه ضمیر فاعلی we فعل to be are استفاده میشه. We are at home. ما هستیم در خانه. مثال بعدی. آنها هستند حیوانات. They خب میشه آنها هستند بعضی فعل همراه they فعل to be are استفاده شده. They are آنها هستند حیوانات. Animals. They are animals. آنها هستند حیوانات. آن شخص یک دکتر است یا او آقا یا او مرد یک دکتر است. He بعد از آن فعل to be is. He is. He is a doctor. He is a doctor. آن شخص یک دکتر است. آن خانم یک آشپز است. آن خانم میشد she. آن خانم است. بعد از ضمیر فاعل she فعل to be is استفاده میشه. She is. یک آشپز a cook. She is a cook. She is a cook. آن است یک گربه. It is a cat. It is a cat. آن است یک گربه. این جملات
شکل مثبت با افعال to be am or is. همراه شما میپردازیم با شکل منفی. در جملات منفی همراه افعال to be am or و is کافی است که بعد از افعال to be adverb یا همان قید not را استفاده کنید. not که در فارسی معنای نه میده. نه. بعد از افعال to be am or is قید not یا کلمه not را استفاده کنید. مثلا I am a teacher. من هستم یک استاد. اگر خواسته باشیم این جمله به منفی تبدیل کنیم، من نیستم یک استاد، کافی است که بعد از افعال to be همانطور که قبلا گفتم کلمه یا قید not استفاده میشه. چطور؟ خب من، خب اینجا گفتیم هستم، خب میشه am. حالا میگیم نیستم I am. خب am فعل to be است، بعد از آن گفتیم not استفاده میشه. I am not. من نیستم یک استاد. A teacher. I am not a teacher. من نیستم یک استاد. am فعل to be و بعد از آن قید not. مثال بعدی، تو هستی یک شاگرد. حالا بگیم تو نیستی یک شاگرد. خب تو میشد you. خب تو هستی میشد are. حالا اینجا بگیم تو نیستی، بعد از فعل to be are که قید not استفاده میشه. You are not a student. You are not a student. باز هم are فعل to be و بعد از آن قید not استفاده شد که جمله به شکل منفی تبدیل کرد. You are not a student. تو نیستی یک شاگرد. مثال بعدی، You are laborers. شما هستید کارمندان یا کارکنان که شکل جمع است. You are شما. ما میگیم شما نیستید کارکنان. خب you شما میشد. شما هستید میشد are. فعل to be are. You are. خب اینجا فعل to be داریم. گفتیم در جملات منفی بعد از فعل to be کلمه not استفاده میشه. You are not. کارمندان laborers. You are not laborers. شما نیستید کارکنان. خب مثال بعدی، We are at home. ما هستیم در خانه. حالا میگیم ما نیستیم در خانه. ما میشه we. ما هستیم خب میشه are. فعل to be are. حالا ما نیستیم که بعد از فعل to be are کلمه not استفاده میشه. We are not. در خانه at home. We are not at home. ما نیستیم در خانه. مثال بعدی، They are animals. They are animals. آنها هستند حیوانات. حالا بگیم آنها نیستند حیوانات. خب آنها، خب خود they میشه they، هستند میشه are. حالا بگیم نیستند. خب not. They are not. حیوانات animals. فقط بعد از فعل to be کافی است که قید not استفاده شه که جمله به حالت منفی از با افعال to be تبدیل کنه. They are not animals. او مرد هست یک دکتر. He is a doctor. حالا بگیم او نیست یک دکتر. او است. He is. خب is. حالا او نیست. خب بعد از فعل to be is not استفاده میشه. He is not. یک دکتر a doctor. He is not a doctor.
She is a cook. خانم است یک آشپز. حالا میگیم او خانم نیست یک آشپز. خب او خانم میشه she است. او خانم است is. خب حالا میگیم او خانم نیست she is not. she is not یک آشپز. cook. she is not a cook. خانم نیست یک آشپز. و مثال آخری it is a cat. it is a cat. این است یا آن است یک گربه. خب حالا میگیم آن نیست یک گربه. it is not a cat. آن نیست یک گربه. در جملات منفی باز هم دوباره تکرار میکنم. کافی است که بعد از افعال to be am are و is کلمه not استفاده شه. مثلا am not are not are not are not are not is not و باز هم is not. این شکل جملات منفی با افعال to be. تخته رو پاک میکنم. خب حالا همراه شما میپردازیم به جملات سوالیه با افعال to be am are و is که چطور جملات سوالیه همراه افعال to be میسازیم. در جملات سوالیه کافی است که فقط افعال to be در اول جمله قبل از فاعل استفاده شه. یعنی جای فاعل و فعل to be شما تغییر میده. خود افعال to be به جای فاعل استفاده میکنه و فاعل به جای افعال to be. مثلا I am a teacher. من هستم یک استاد. حالا میگیم آیا من هستم یک استاد؟ آیا من هستم یک استاد؟ خب آیا چی میشه؟ در جمله سوالی گفتیم که فعل to be به اول. خب اول فعل to be am که عبارت از am میباشه. am بعد از اون فاعل am I یک استاد a teacher. am I a teacher. آیا من هستم یک استاد؟ آیا من هستم یک استاد؟ جواب از این میشه yes I am. yes I am. بله من هستم. yes I am. بله من هستم. تو هستی یک شاگرد. you are a student. حالا میگیم آیا تو هستی یک شاگرد؟ آیا تو هستی یک شاگرد؟ میگیم خب خواندیم که افعال to be در اول جمله استفاده میشه. خب فعل to be در این جمله are میباشه. are آیا تو you are you آیا تو هستی یک شاگرد a student. Are you a student? آیا تو یک شاگرد هستی؟ خب میگه yes I am. yes I am. بله من هستم. اگر شاگرد نبود میگه no I am not. نه من نیستم. no I am not. نه من نیستم. You are laborers. شما هستید کارمندان. حالا میگه آیا شما هستید کارمندان؟ باز هم افعال to be در اولشون استفاده میشه. Are you. Are you. فقط جای فاعل و فعل تغییر یافت. جای فعل to be به جای فاعل استفاده شد و فاعل به جای فعل to be. Are you laborers? Are you laborers? آیا شما هستید کارکنان یا کارمندان؟ خب
هستن بگیم yes جا بشه yes we are بله ما هست yes we are بله ما هست بله we are at home ما هستیم در خانه حالا آیا ما هستیم در خانه خب باز هم گفتیم فعل to be به اول جمله استفاده میشه خب فعل to be are به اول جمله are بعد از آن we are we در خانه at home are we at home آیا ما هستیم در خانه are we at home جا میشه no we are not نه ما نیست فرض کنه که ما در خانه نیست no we are not نه ما نیستیم در خانه they are animals آنها هستند حیوانات حالا آیا آنها هستند حیوانات are they animals are they animals آیا آنها هستند حیوانات yes they are بله آنها هستند yes they are بله آنها هستند بله he is a doctor شخص است یک دکتر حالا میگیم آیا او شخص است یک دکتر خب فعل to be به اول میآید is بعد از آن فاعل is he یک دکتر a doctor is he a doctor آیا آن شخص است یک دکتر no he is not نه آن شخص نیست no he is not she is a cook او خانم است یک آشپز آیا او خانم است یک آشپز خب فعل to be به اول میاد is بعد از آن فاعل is she آیا خانم یک آشپز a cook is she a cook آیا خانم است یک آشپز yes she is بله او خانم است و مثال آخری it is a cat این است یک گربه حالا آیا این است یک گربه is بعد از آن فاعل is it یک گربه a cat is it a cat آیا این است یک گربه no it is not no it is not در جملات سوالیه فقط کافی است که افعال to be am are و is در اول جمله قبل از فاعل که شما ببینید I, you, we, they, he, she, it استفاده کنید جمله به سوالیت و همچنان از یادتون نره که در آخر جمله علامت سوالیه استفاده میشه. So I hope this session was also useful for you there, my friends. So for the next videos, wait and don't forget to subscribe our YouTube channel at English Cottage Media. And also don't forget to write your comments down below and like it. So for now, goodbye, have a nice day and take care of yourself.